خصوصا همکاری های سازشنامه بین جمهوری تاجیکستان بین دولت روسیه عاید فرا گرفتن مهاجران مهنتی در دولت روسیه و به کار جلب کردن آنها بهره بهبودی سطح زندگانی اهالی جمهوری تاجیکستان می باشد و علاقه خلق های ما برای که در دولت روسیه کار و فعالیت کنند آنها باید که خودی رسم و آیین دولت روسیه دانند، حقوق های دولت روسیه دانند، تاریخ دولت روسیه دانند و رفتار و کرداری که در آنجا میکنند هنگام کار و فعالیت باید آنها آموخته باشند. بنابر همین با سازشنامه بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و بین ریاست شغل اهالی شهر سنت پترزبورگ انمی سازشنامه بسته شد عاید گشودن صنفخانه‌های تستی و مرکزهای تستی برای گذراندن مهاجران مهنتی از همین تست هایی که آنها به ضرورت دارد. با ما شخصا از آن جمله مهاجران مهنتی بسیارتر مراجعت میکنند که میخواهند طریق برنامه‌ای یعنی رایگان با آموزش آنها رو ما فرا گیریم، لیکن طریق برنامه‌ای با راهکارهای مقامات‌های شغل اهالی اون شخصان فرا گرفته می شود که آنها باز تکرار می شود کم بضاعت هستند، یعنی یک حالت زندگی آنها دشوارتر است، آنها رو ما فرا میگیریم و از طرف وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی همین راهکارهایی که به مقامات‌های شغل‌های اهالی شهر و ناحیه جمهوری تقسیم کرده است آنها به یک شکل محدود دارند و همین ناحیه ها از آن را خود شهر دوشنبه مرکزی دستگاه مرکزی تعلیم کلان سالان نمیتواند همه شهروندان طریق رایگان آنها را به آموزش زبان روسی فرا گیرد. آنها میتوانند طریق خود مبلغ گذاری یعنی خود مبلغ گذاری که وای در یک ماه اون حساب کنید اگر یک ساعت معلم تنها 70-80 درهم رو تشکیل میکند که معلم حتی وای درس به آمدن نمیخواهد، لیکن ما کوشش میکنیم که معلمای برای آموزش زبان روسی به انمی کورس ها جلب کنیم